سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز اومدیم با هم آموزش ثبت نام وام ازدواج رو انجام بدیم. اگر خوشتون اومد ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و لایک کنید. دوستان شما برای ثبت نام باید وارد سامانه خود بانک مرکزی و یا مستقیما وارد سایت خود وام ازدواج بشید که ثبت نامتون رو بتونید انجام بدید و بدون هیچ سایت واسطه این کار حتما انجام بدید. شما از دو روش میتونید برید داخل سایت بانک مرکزی. قسمت پایین سایت که میایید سامانه قراردادحسنه ازدواج هستش و بزنید میتونید وارد سایت خود وام ازدواج بشید و بدون هیچ سایت واسطه این کار رو دوستان انجام بدید، چون اطلاعات شما گروی اون سایت هستش. پس لطفاً این کار رو انجام ندید، بدون واسطه انجام بدید. الان وارد سایت شدید. اگر هم این کار نکنید میتونید داخل گوگل بزنید وام ازدواج و وقتی زدید وام ازدواج سایت اول سایت خود وام ازدواج هستش. مشاهده میکنید سایت مشابهی که میان کار ثبت نام انجام میدن و اطلاعات شخصی شما در اختیار اون سایت قرار میگیره و چون باید درگاه پرداخت بکنید این پرداختیتون هم باعث میشه حسابتون رو خالی کنن و خودتون حتما این کار رو انجام بدید. وارد سایت خود وام ازدواج میشین. وقتی وارد سایت خود وام ازدواج میشید شما روی این سایت هم میتونید وام ازدواج ثبت نام بکنید، هم وام فرزندآوری ثبت نام بکنید و ما با سایت خود وام ازدواج اول میخوایم انجام بدیم. فرزندآوری فیلم بعدیمون هستش. شما وقتی وارد سامانه میشید صفحه اصلی وارد میشید. بانک هایی که زیر نظر بانک مرکزی هستن و مؤسساتی که شما میتونید وامتون رو اونجا ثبت نام بکنید و بودجه دارن برای شما میاد. منوی دوم شرایط و دستورالعمله که حتما مطالعه بکنید، هم نسبت به ثبت نامتون و هم نسبت به بانکتون. میگه چه مدارکی میخواد، مدارکی که تو بانک نیاز دارید، روش ثبت نام و هر گونه سوالی داشته باشید توی این وبلاگ هستش و میتونید مطالعه کنید. قسمت بعدی هم ثبت نام وام ازدواجه که باز براتون توضیح میدم آخر سر. و منوی بعدی ویرایش ثبت نام قبلیت. شما اگه ثبت نام کردید و اگر خواستید ویرایش بکنید این منو برای ویرایش کردنه که شما موقع ثبت نام کلا یه کد رهگیری دارید که با اون کد رهگیری میتونید از اول تا آخری که تا زمانی که وامتون رو دریافت میکنید میتونید این کد رهگیری رو داشته باشید و از مرحله کاراتون اطلاع داشته باشید. شما اینجا اگر میخواید کد ملی کد رهگیریتون رو باید بزنید و ویرایشتون رو انجام بدید. اگر هم به هر دلیلی ثبت نام کردید و پشیمون شدید میتونید اینجا منوی بعدی که حذف ثبت نام هستش رو کد ملی کد رهگیریتون رو وارد کنید و یه کد 6 رقم به گوشی همراهتون میاد و میتونید اون رو وارد کنید و حذفتون انجام میشه. مشاهده وضعیت هم برای زمانی که شما ثبت نامتون انجام میدید میخواید ببینید که وضعیت وامتون در سامانه به چه شکلی هستش. کد ملی کد رهگیریتون رو باز میزنید و براتون میاره. به هر دلیلی اگر دوستان کد رهگیریتون رو فراموش کردید و هر کدوم از این قسمت‌ها رو می‌خواستید انجام بدید و کد رهگیری نداشتید منوی بعدی بازیابی و چاپ کد رهگیری هستش. با کد ملی حروف اول نامتون و نام خانوادگیتون، تاریخ اختار ازدواج برای شما کد رهگیریتون رو به نمایش در میاره و میتونید اونجا از منوها به صورت خیلی عادی انجام بدید و کارتون رو انجام میشه. و مهمترین موضوع ثبت نامش هستش که سومین فهرست توی منو ثبت نامتونه. توی ثبت نامتون شما نیاز به کد ملی، تاریخ تولد، تاریخ و شماره موبایلی که حتما اگر بالای 18 سال هستید باید به نام خودتون باشه. در غیر این صورت یکی از اعضای درجه یکتون رو باید شماره همراهش رو بزنید که باز باید به نام اون شخص باشه حتما و کد ملیش اون وقت واجبه. اگر هم خط برای خودتونه کد ملیتون دیگه در این قسمت واجب نیستش. مشخصاتتون رو که پر کردید اینجا محل سکونتتون رو پر میکنید و رمز یک بار مصرفی که متغیر هستش رو پر میکنید و میرید صفحه بعدی. من اطلاعات رو تکمیل میکنم، با من همراه باشید که بریم صفحه بعدی. حالا وقتی اینجا مشخصات رو پر میکنی و میری صفحه بعدی این صفحه برای شما باز میشه. مشخصات شخصیتون رو نوشته
حتما وضعیت خدمت سربازیتون رو مشخص کنید. شهرتون رو انتخاب میکنید، شهر محل سکونتتون رو انتخاب میکنید، بانکی که مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، شعبه‌ای که پیشنهادی شما هستش رو انتخاب میکنید و به ترتیب همینجوری این بانک ها هم متغیر هستش دوستان، یعنی این بانک ها همیشه ثابت نیستن. بانک مورد نظر شما شاید توی ساعت های مختلف میاد بالا، پس باید حتما این ساعت ها رو چک بکنید که تا بتونید ثبت نامی که میخواید رو انجام بدید. در قسمت بعدی هم باز شما میتونید باید محل سکونتتون رو پر کنید، کد پستی و شماره همراه تلفن ثابت محل سکونتتون رو باید بزنید. استعلامش خیلی واجب نیست، فقط محل سکونتتون یا محل کارتون حتما باید یا بانک نه محل سکونتتون باشه یا محل کارتون باشه. شما وقتی وارد سایت میشید دوستان اصلا کلا یه کد تایید 6 رقمی براتون میاد. اون کد رو در قسمت آخر که نوشته تایید تلفن همراه وارد میکنید و رمز یک بار مصرف رو که زدید ثبت نام شما با موفقیت انجام میشه. اینجا دقیقا همونجاست که بهتون گفتمه. شما دقیقا این قسمت مشخصاتتون پر میشه که چه ساعتی چه روزی ثبت نامتون انجام شده و مهمتر از همه اونجا نوشته کد رهگیری شما. کد رهگیری که تو قسمت‌های مختلف بهتون گفتم مورد استفادهتون قرار میگیره دقیقاً همینجاست. همینجا کد رهگیریتون رو برمی‌دارید و باز هم اگر یادتون رفت یا ارور سیستمی داد، شما باز هم از طریق پیامکی که براتون اومده میتونید کد رهگیریتون رو بردارید. دوستان فیلم بعدیمون هم در مورد وام فرزندآوریه، حتما ببینید و ما رو دنبال کنید.